فرماندهی مرکزی آمریکا از حملات هدفمند به مناطقی در جنوب ایران خبر داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه آدینه 5 تیر ماه با انتشار یک بیانیه رسمی از این خبر داد که در پاسخ به حملات پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز، مواضعی را در ایران هدف قرار داده است. در بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا چنین آمده است: نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز 26 ژوئن و در واکنش قاطع به حمله روز گذشته به یک کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بود، مواضعی را در ایران هدف قرار دادند. جنگنده‌های آمریکایی پس از آنکه جمهوری اسلامی روز 25 ژوئن با یک پهپاد انتحاری یک کشتی باری را هدف قرار داد، مراکز نگهداری موشک‌ها و پهپادها و همچنین سایت‌های راداری ساحلی در جنوب ایران را مورد حمله قرار دادند. این کشتی باری با پرچم سنگاپور هنگام حمله جمهوری اسلامی در امتداد سواحل عمان و در حال خروج از تنگه هرمز بود. حمله غیرقابل توجیه نیروهای جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری نقض آشکار آتش‌بس به شمار می‌رود. افزون بر این، رفتار خطرناک جمهوری اسلامی آزادی کشتیرانی را در یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های تجارت بین‌المللی که حجم فزاینده‌ای از مبادلات تجاری جهان از آن عبور می‌کند با خطر روبرو کرده است. نیروهای سنتکام همچنان هماهنگی و پشتیبانی لازم را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز فراهم می‌کنند. ارتش آمریکا همچنان در منطقه حضور دارد و با هوشیاری کامل بر اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل شود تمامی مفاد آن رعایت و به طور کامل اجرا می‌شوند. لازم به یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز عصر روز آدینه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود از این خبر داده بود که جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن کشتی‌ها آتش‌بس را به شکلی احمقانه نقض کرده است. او در پیام خود چنین نوشت: جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد تهاجمی را به سوی کشتی‌هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند پرتاب کرده است. یکی از این پهپادها مستقیما به یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت برخورد کرده و به آن خسارت وارد شده، اما کشتی توانسته به مسیر خود ادامه دهد. ترامپ همچنین مدعی شد که ارتش آمریکا 3 پهپاد را سرنگون کرده و افزود این اقدام نقض احمقانه توافق آتش‌بس است.